لعنتی خورشید رو من عاقبت میکشم. جان هر دویم خلاص میشم. عزیزه چی؟ ممکن بکنم؟ نه، عزیزه این خیلی مختار نه. نظرش رو من میگیرم. با تو چی؟ با تو نگاه میکند؟ سبیل مانده با من هم نگاه نمیکنه. اقلا یک بار با من نقصه انا بعد میبینم. این چه خیلی دوستوری ها؟ دوستوری اون است که هر دو طرف یکدیگر رو خواهم میفهمی. تو چند سال باز از دنبال او میدوی، یک بار با تو ملاقات کرد؟ ای کریم، تو دوستوری از کجا میدونی؟ لیکن این چیزی رو تغییر نمیده. روزهای نزدیک حتما به خانهشون خواستگار میفرستم. نگاه کن، خورشید رو میبینی به سوی عزیزه میرود. از اینجا همه میرسیدیم. ما رو به حالمون بذار. عزیزه رفتم خوب؟ تو این سوزی من میرسم. ای یوسف عزیزه جون، یک دمی سومان با تو گپ دارم. رو از اینجا، از پشتی ما نیا. مرا در بین مردم شرمنده کردی. چی خیلی شرمنده؟ همه مردم میدونند که من تو رو دوست میدارم و من تو رو بازنی میگیرم. من هیچگاه به توی بیکار خوجه مسخره باز نمیرسم. عزیزه اگر گپ در خواندن باشد من همین سال به دانشگاه داخل میشوم. بگو به کدام دانشگاه داخل شوم؟ احمق، تو خود از ذوقی نداری. عزیزه یک دقیقه ایستو. عزیزه به تو میگویم، یک لحظه مرا گوش کن. دستم رو سر ده، دستم درد کرد. تو با من باش. خورشید نکن این طور، مردم میبینن. ای بس. عزیزه تو فقط با من باش، همسری من شو. من برای تو همه کار رو میکنم. سرد دستش رو گفتم. تو در اینجا چیکار میکنی؟ در اصل تو در اینجا چیکار میکنی؟ من در اینجا با عزیزه مصلحتی تویمان رو کرده ایستادم. من توی شما رو ماتم خانه میکنم. عزیزه از من از و با من خانه دار میشه، فهمیدی؟ یک بار دیگر در گرد و اطراف عزیزه میبینم زدت پایهایت رو میشکنم، فهمیدی؟ بس بودگیست. تو توقع ما رو خیلی تهدید میکنی. گوش کن، اینو در کله جا کن. عزیزت آدمی که زنده است از آن من میشود.